بسم الله الرحمن الرحیم. امیرالمومنین علیه السلام میگه مردم سه دسته هستند. یک عده خدا را عبادت میکنند برای طمع بهشت و این عبادت عرض میشود که بله تجاره تاجر، و یک عده خدا را عبادت میکنند ترس جهنم و این عبادت بندگان و غلام‌هایی است که از ترس مولاشون کار انجام. یه عده مردم رو عبادت میکنن حب الله، ما تو رو میخوان، نه اینکه طاقت جهنم هم داریم ما، نه اینکه از بهشت هم خوشمون نمیاد، نه طاقت جهنم نداریم، برم بیاریم تو آتش طاقت نداریم، ولی ما کار رو برای تو انجام میدیم. عملمون، معاوضه عملمون، نیتمون، عقیدتمون خود تو هستی، محبت تو، ما بندی تو هستیم و برای تو کار انجام. حالا میخوای جهنم ببر، میخوای بهشت ببر، ما به این کارها کار نداریم دیگه، ما به این کارها کار نداریم، ما برای تو حرکت